کره جنوبی یکی از بدترین کشورهاییه که میشه بهش سفر کرد. همه ما فکر میکنیم که دخترهای کره جنوبی دخترای بسیار زیبایی هن و هممون هم حتما زیبایی هاشون رو تو شبکه‌های اجتماعی دیدیم، اما این کاملا دروغه و یکی از عجیب ترین واقعیت ها رو میخوام داخل این ویدیو لو بدم، به اضافه دانستنی هایی که حتما باید ازش با خبر باشی. مطمئنم بعد از دیدن این ویدیو تا آخرش به هیچ عنوان دیگه حتی فکر مهاجرت یا سفر به کره جنوبی توی ذهنتون نمیاد. نکته بسیار عجیبی که وجود داره توی کره جنوبی اینه که خونه ها از متراژ بسیار کم شروع میشن. یعنی خونه هایی وجود داره که از 2 متر تا 3 متر شروع میشه و به بالا، و اکثر دانشجوهایی که توی این کشور وجود دارن اگر بخوان خونه مجردی داشته باشن نهایتا خونه 2 تا 3 متری تهیه میکنن. واقعا مگه میشه تو خونه 2 تا 3 متری زندگی کرد؟ حتی فکر میکنم نمیشه راحت توش خوابید. اما مورد بعدی که بسیار توجهتون رو جلب میکنه اینه که کره جنوبی برخلاف چیزی که نشون داده و دخترهای بسیار زیبایی که داره و مردمان زیبایی که داره اصلا این واقعیت نداره. مردم کره ظاهر بسیار عجیب و غریبی دارن و برعکس اون چیزی که دیدین تمام افرادی که تو کره هستن زیر تیغ عمل جراحی رفتن. طبق آمارهایی که از این کشور وجود داره گفته میشه 1/3 مردم این کشور عمل جراحی انجام دادن و حتی این آمار توی خانوم‌ها بیشتره. جالب اینجاست که آقایون هم اکثرا این کار رو انجام میدن تو کره شمالی و این کار یه کار کاملا عادیه. توی این کشور خانوم‌ها آقایونی وجود دارن که تا 35 بار هم زیر تیغ عمل جراحی رفتن برای اینکه یه خورده ظاهرشون جوان‌تر و زیباتر بشه. از این به بعد اگه تو اینستاگرام یا هر جایی دیدین کسی داره شما رو نصیحت میکنه و میگه مثل کره‌ها فلان کارو بکنید تا پوستتون فلان و بهمان بشه، بدونید که همین کره‌ها هم خودشون با عمل به این زیبایی رسیدن. نکته بعدی که در مورد زیبایی دروغین مردم کره جنوبی وجود داره اینه که سالانه 900 میلیون دلار خرج لوازم آرایشی و بهداشتی میشه تو کشور کره که یک آمار بسیار عجیب و غریب و میتونم بگم وحشتناکه. اگه بخوام این عدد رو تبدیل به تومان بکنم، سالی 72,000 میلیارد تومان توی کشور کره جنوبی داره خرج زیبایی ها میشه و خرج لوازم آرایشی و بهداشتی. تا اینجا داشتم موارد خوبش رو بهتون میگفتم، اما از اینجا قرار عجیب و غریب‌تر بشه. اگر تا اینجا ویدیو دیدی حتما لایک کن و تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون قراره کاری بکنم که وقتی اسم کره جنوبی شنیدی فقط فرار کنی. یکی از عجیب ترین چیزهایی که توی کره جنوبی میتونید ببینید و از بچه کوچیک تا کسی که میان ساله همشون این کار انجام میدن اینه که همه اینا معتقدن که سیر خاصیت جوانسازی داره و همه مردم کره بلا استثنا از سیر استفاده میکنن و به مقدار خیلی زیاد. ایرانی ها و حتی افراد خارجی که به کره جنوبی مهاجرت کردن یا سفر کردن همشون میگن که وقتی صبح یا هر موقع دیگه ای وارد مترو یا جاهای شلوغ میشیم اولین چیزی که به مشامتون میرسه بوی سیره. اونم نه یه بوی معمولی. فکر کنید که تمام افرادی که تو مترو هستن سیر مصرف کردن، اونم به مقدار خیلی زیاد، و این کار کاملا توی این کشور عادیه. حالا شما تصور کنید که توی کنسرت هستین و 10,000 نفر با هم دارن همخونی میکنن که همشون هم کره‌ای‌ان. چه اتفاقی میفته اونجا دیگه، چه بویی در میاد. خلاصه اگر از سیر خوشتون نمیاد سمت کره جنوبی پرسه نزنید، اصلا به دردتون نمیخوره. حالا بریم سراغ مورد بعدی که خیلی اشاره کرده بودم بهش کسایی که مهاجرت کردن یا سفر کردن بهش. چیزی که گفته میشه اینه که کره جنوبی یک کشوریه که 4 فصله و سرما، گرما، هوای معتدل، بارونی و همه این هواها رو داره. اما کسایی که واقعا صادقانه راجع به این موضوع نظر میدن گفته شده که یا هوا داخل این کشور بسیار گرمه یا هوا بسیار سرده و یه اتفاقی که همیشه تو این کشور میفته و بسیار هم زیاده، سیل‌های مداوم میشه. حالا بریم سراغ مورد بعدی که بازم اینو اونایی که سفر کردن میگن. توی این کشور ما غذای تند و ترش و شیرین و تلخ و اینها نداریم. کلا 2 مدل غذا توی این کشور رایجه، یا غذاهاشون بسیار تنده یا غذاها بسیار شیرینه که این برای ما ایرانی‌ها اصلا جالب نیست. ما که مدل‌های بسیار زیادی غذا داریم و غذاهای بسیار خوشمزه‌ای داریم. این اگر بریم کشور کره جنوبی قطعاً اذیتمون میکنه. اگه شما هم مثل من موافقین که هیچ جای دنیا نمیتونه غذای ایرانی داشته باشه و غذاهای ایرانی از تمام غذاهای دنیا بهترن، این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو در این باره داخل کامنت‌ها بگین تا بریم سراغ مورد بعدی. مردم کره جنوبی لاغرترین کشور دنیا هستن. حالا چرا دارم اینو میگن؟ چون فقط 3% مردم این کشور هستن که اضافه وزن دارن و 97% یا وزنشون پایینه یا وزن معتدل و مناسبی دارن که این فوق‌العاده است و همیشه تو فیلم و عکسایی که ازشون دیدیم همشون وزن بسیار عالی دارن و هیکل ایدئالی دارن.
خلاصه اگه زن توپو رو چاق میخوای اصلا به دردت نمیخوره کره جنوبی، بازم سمتش نرو. و اما دانستنی بعدی که بسیار باحاله اینه که کره شمالی اصلا کره جنوبی رو به رسمیت نمیشناسه و هیچ جا اصلا آدم حسابش نمیکنه. این برای من واقعا جالب بود چون تو ویدیوی قبلی کره شمالی رو معرفی کردم، خودتون برید ببینید چه وضعیتی دارن، بعد اونا کره جنوبی رو آدم حساب نمیکنه. واقعا عجیبه. مورد بعدی که تو کشور کره جنوبی بسیار رایجه خرید کردنه که بسیار زیاد بیشتر از کل مردم دنیا کره‌ای‌ها عاشق خریدن. به خاطر همینم بزرگترین مال‌های تجاری توی کشور کره راه اندازی شده تا مردم راحت بتونن به خرید کردنشون بپردازن. تو تمام عکس و فیلمایی که از خرید کردن کره‌ای‌ها وجود داره میتونید شلوغی و ازدحام رو توی پاساژهای تجاری مشاهده بکنید. و اما میرسیم به یکی از بدترین و زشت‌ترین و چندش‌ترین چیزهایی که الان قراره بشنویم. تو 90% رستوران‌های کره یکی از غذاهایی که سرو میشه و بسیار هم بین کره‌ای‌ها محبوبه گوشت سگه. گوشت سگ یکی از غذاهای محبوب بین کره‌ای‌هاست که اون رو بسیار تند یا بسیار شیرینش میکنن و نوش جان میکنن. اگه به کشور کره جنوبی سفر کردین حتما ساعت 4-5 صبح بیدار شین، یه سر به کله پزیاشون ببزین و اونجا کله سگ بخورین، چون کره‌ای‌ها خیلی ازش تعریف میکنن. البته بعید میدونم شما خوشتون بیاد. علاوه بر گوشت سگ، غذاهای بسیار کثیفی تو کره جنوبی وجود داره. خودتون میدونید. من چند تاشو اینجا براتون به تصویر میکشم، شما ببینید. نمیتونم بگم لذت ببرید، فقط ببینید و خودتون میدونید. و مورد آخر که خیلی جالبه برای من اینه که اگر به کره جنوبی سفر کردین به هیچ عنوان اسم هیچ کسی رو با رنگ قرمز ننویسید، چون کره‌ای‌ها معتقدن اگر اسم کسی با رنگ قرمز نوشته بشه اون شخص یا قراره بمیره یا مرده و به هیچ عنوان نباید این کار انجام بدین، چون یه جورایی تهدید حساب میشه برای کره‌ای‌ها. عدد 4 توی کره شمالی یک عدد نحس محسوب میشه و نباید زیاد ازش استفاده کنید. مردم کره جنوبی تو خاورمیانه به افرادی معروفن که کم میخوابن. کمتر از 6 ساعت تو کل شبانه روز میخوابن. گروه موسیقی BTS سالی 3 میلیارد دلار برای کشور کره پول میسازه. هر 1 میلیارد دلار به پول ما میشه 82,000 میلیارد تومان. تو کشور کره بازی کردن نصف شب به صورت آنلاین برای کودکان زیر 16 سال کاملا غیرقانونی و جرمه. توی کشور کره جنوبی شما حق استفاده از گوگل مپ رو ندارید، چون اصلا گوگل مپ نقشه کره جنوبی رو نداره، چون اجازهش رو نداره. فقط افرادی که نابینا هستن و کلا چشمشون نمیبینه میتونن به عنوان ماساژور استخدام بشن و کار کنن. افرادی که میتونن ببینن به هیچ عنوان نمیتونن به عنوان یک ماساژور فعالیت داشته باشن. این قانون خیلی وقت تو کره جنوبی اجرا میشه. توی کره جنوبی بچه‌ای که به دنیا میاد از همون روز اول اون رو 1 ساله حساب میکنن و بعد با عوض شدن سال میلادی اون بچه 1 سال بزرگتر میشه. با تمام این چیزای عجیب و غریبی که از کره جنوبی شنیدین، آیا حاضرین که توی کره جنوبی زندگی بکنید یا حتی به اونجا سفر کنید؟ حتما نظرتون داخل کامنت ها بگین و بگین که ایران بهتره یا کره جنوبی. برای دیدن دانستنی‌های بیشتر حتما مستر سبز رو داخل یوتیوب دنبال بکنید و زنگوله روشن کنید که از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید.